سرخط مهمترین خبرها: گزارش از واخوری والی بدخشان افغانستان با نمایندگان تاجیکستان. نشانداد گمانبران حمله به کراکوس باز تغییر یافته است و وزیر کارهای خارجه ایران گفت که زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور سخت آسیب دیدند. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 27 ایون سال 2025 است. والی ولایت بدخشان افغانستان که زیر نظارت حکومت طالبان کار می کند با نمایندگان سفارت تاجیکستان در افغانستان واخورده است. در این باره آژانس خبری باختر افغانستان گزارش داده است. با گزارش منبع مولوی محمد خالد، والی ولایت بدخشان افغانستان با نمایندگان سفارت تاجیکستان درباره مستحکم کردن روابط دو جانبه در بخش‌های اقتصاد، سودا، فرهنگ، انتقال مال و کالا و امنیت در سرحد گپ زدند. والی بدخشان از نمایندگان تاجیکستان دعوت کرده است که همکاری‌های دو جانبه را بیشتر کنند. مقامات تاجیکستان درباره این واخوری رسما خبری ندادند. آژانس باختر از قبل نمایندگان سفارت تاجیکستان در افغانستان نوشته است آنها وعده دادند که برای تحکیم روابط و احیای اعتماد میان افغانستان و تاجیکستان تلاش می‌کنند. تاجیکستان از سال 2021 به این سو از اعتراف رسمی حکومت طالبان خودداری می‌کند. دوشنبه از منتقدان سرسخت طالبان در سالهای گذشته بود، ولی با وجود این تنقیدها تاجیکستان داد و گرفت از جمله انتقال برق و صادرات را در زمان حکومت طالبان به افغانستان ادامه داد. خبرگزاری تاس بعضی نشانداد گمانبران حمله به کراکوس را نشر کرده است که از حرفهای گفته آنها در اول بازداشت فرق می‌کند. تاس با تکیه به موادهای تفتیشات نوشته است که سازمان دهندگان حمله به اجراچیان یعنی به 4 شهروند تاجیکستان 1 میلیون روبل وعده دادند. محمد صابر فیض‌اف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده و فریدون شمس‌الدین در اول گفته بودند که برای حمله به کراکوس با آنها در عموم 500,000 روبل وعده شده بود. بسیاری ها به این چیز شبهه کردند که چگونه برای 500,000 روبل این 4 نفر چنین جنایت وحشتناک را انجام دادند. فریدون شمس‌الدین، یک از گمانبران اساسی حمله به کراکوس، گفته است که او تا حمله به کراکوس از یک فرمایشگر با نام سیف‌الله طریق حمیاد زبربنک 500,000 روبل گرفته پول را برای خرید ماشین و اجاره خانه و خوراک صرف کردند. این نشانداد بار اول صدا می‌دهد. فریدون شمس‌الدین در روزهای اولی بازداشت گفته بود که از یاوری یک روحانی در تلگرام با آنها 500,000 روبل وعده شده بود. معلوم نیست که فریدون شمس‌الدین و دیگر گمانبران تحت کدام شرایط نشانداد خود را تغییر دادند. در تاجیکستان بسیاری ها با اشاره به ناموافقتی و اعتراف‌های زیر شکنجه به فرضیه رسمی روسیه شبهه دارند. پرونده حمله به کراکوس همین هفته به دادستانی فرستاده شد و از آنجا به دادگاه فرستاده می شود. در دایره این پرونده 19 نفر بازداشت شدند که اکثرشان شهروندان یا زدگان تاجیکستان هستند. در حمله به کراکوس که ماه مارس سال 2024 اتفاق افتاد 145 نفر کشته و بیش از 500 کس زخمی گردید. وزیر کارهای خارجه ایران میگوید که در جنگ 12 روزه با اسرائیل زیرساخت‌های هسته‌ای ایران آسیب‌های جدی دیده است. عباس عراقچی شام 26 ایون در یک برنامه تلویزیونی گفت کارشناسان سازمان انرژی هسته‌ای ایران در حال بررسی ضرر رسیده به زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور میباشند. عراقچی بدون جزئیات تنها گفت که به این تأسیسات آسیب جدی وارد شد. وزیر کارهای خارجه ایران گفته است که از زمان حمله اسرائیل یگان توافق برای مذاکره با آمریکا حاصل نشده است. یک روز پیش دونالد ترامپ گفته بود که نمایندگان آمریکا و ایران هفته آینده گفتگو خواهند کرد. در این زمان ترامپ گفت که خواهش مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را ندارد، چون به گفته‌اش حمله‌های آمریکا زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را از بین برد. رسانه‌های آمریکایی با تکیه بر منابع نامعلوم نوشتند که بمباران 3 تأسیسات مهم برنامه هسته‌ای ایران را فقط برای چند ماه به عقب انداخت. هواپیماهای آمریکا شب 21 ایون به 3 انشاءات هسته‌ای ایران، فاردو، نتنز و اصفهان بمب‌های عظیمی انداختند. از امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی میان حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون 28 سال گذشت. این سازشنامه روز 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو امضا شد و زیرش پرزیدنت امامعلی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای مخالفین سید عبدالله نوری امضا گذاشتند. با امضای این سازشنامه جنگ 5 ساله در تاجیکستان پایان یافت، ولی نظر دو طرف از نتیجه سند به هم زده است. رسانه‌های دولتی تاجیکستان امضای سازشنامه صلح و پایان جنگ را اساساً نتیجه کاری حکومت و به خصوص پرزیدنت امامعلی رحمان می‌دانند. از نقش طرف دیگر تقریبا چیزی گفتن نمی شود. خبرنگاران رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که آیا می‌دانند سازشنامه صلح کی و میان کدام جانب‌ها امضا شد؟ پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. بین اپوزیسیون و حکومت
قانونی صلح برقرار گردیده شد. 27 یونی سال 1997 از اونجایی از همون سال تا اینجایی روزی 27 هم روزی صلح و وحدت حکومت جمهوری قید میکنن و ایواد میکنن، همون روزی پرازنی ایواد میکنن. شیطان در بین در آمدن دو گروه یا به مقابل دیگه‌شون کردن. نباش هرشون در میدان حضوری بودن، همشون تاجیک بودن. چی فرق داشت ملت؟ این وضع گشته سیان کو یکون کمبودی نیست. میشد که هم وقت کردن، میشد، لیکن نکردن. طول 28 سال می شود که در تاجیکستان استقرار صلح بسته شده است و وحدت ملی جشن گرفته می شود. یکی از روزهای تاریخی تاجیکستان بود. نتیجه همین صلح و وحدت ملی را ما در همین میبینیم که پیش از همه دوری خیلی تینجی، آرامی، همدیگر فهمی، رشدی از یک طرف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه آن دیگرگونی و پیشروی که در مملکت ما به عمل آمد، همه این به شرافیت همین امضا شدن سازشنامه صلح و وحدت ملی بود. تشکر. میان کدام طرفا همین سازشنامه صلح به امضا رسید؟ سازشنامه صلح میان حکومت جمهوری تاجیکستان و اتحاد مخالفان حکومت جمهوری تاجیکستان از دو طرف این را گویم آنها درک کردند که به این جنگی به معنی که عاقبتش برای نابودی خلق ما هست به این خاتمه دادن در کار بود. صلح بستن ایران کسی بود نه؟ او روزا بود فهمیده بودم و ایادم برام زدم. خاطی مملکت دیگه نمیدونم نکی. اگر تمنا داریم که جنگ نشود، تنجی باشد، آسودگی باشد. در تاجیکستان یک نیروگاه نوی برقی آبی را به کار انداختند که ممکن است تامین کشور با نیروی برق را اندکی بهتر کند. نیروگاه سبزار در ناحیه راشقلعه را روز 26 ایون با حضور رئیس جمهور امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار دادند. نیروگاه عبارت از 3 اگریگات و 11 مگاواتی قادر به تامین 220,000 نفر به نیروی برق است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کشور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه سبزار امکان فراهم آورد که در بدخشان استحصال نیروی برق 25% زیاد و اعتماد نوکی و سطح تامینات برق بهتر شود. نمایندگی اتحاد اروپا اعلام کرد که این لایحه با مبلغ گذاری وزارت فدرالی همکاری‌های اقتصادی و رشد آلمان و اتحاد اروپا و همچنین از جانب شرکت پامیر انرژی عملی کرده شد. ساختمان نیروگاه سال 2015 آغاز یافت. درازی سربند نیروگاه 65 متر و بلندش 8.5 متر است. تاجیکستان اگرچه در فصل تابستان نیروی برق بیش از احتیاج خود تولید می‌کند، اما در موسم سرما مردم نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌گیرند و حکومت برای این کار پیوسته تنقید می‌شنود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 27 ایون را فرا می‌گیرد. 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. روز 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه صلح میان حکومت و مخالفان امضا شد که به جنگ 5 ساله برادرکوش شهروندی خاتمه بخشید. بعد این جریان همایش طرفهای جنگ به جریان صلح، خلع سلاح و تأسیس حکومت با شمول مخالفان شروع شد. با گذشت سالها سابق مخالفان از دور شدن حکومت از اجرای شرط‌های سازشنامه صلح و یک جانبه برجسته کردن نقش خود در این جریان انتقاد کردند.
27 ایون سال 2016 مقامات تاجیکستان گفتند در یک تندر بین‌المللی شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجلو برنده شد و ساختمان طرح نیروگاه برق آبی روغن را به عهده گرفت. این شرکت به قول مقامات از میان 40 داوطلب دیگر برنده گردید و قرار شد که با نزدیک 4 میلیارد دلار بنیادی طرح استراتژی تاجیکستان را که باید استقلالیت انرژی کشور را تامین کند به راه میماند. 27 ایون سال 2018 اولماس جمال شاعر و روزنامه‌نگار ازبک زبان تاجیکستان که او را شاعر زولسانین یا دو زبانه هم مینامند در 84 سالگی درگذشت. اولماس جمال از کارمندان سابقه‌دار نشریه ازبک زبان خلق‌آوازی بود و در این مدت بیش از 20 کتاب شعرهایش را نشر کرد. نقش او را در حفظ و تبلیغ فرهنگ و زبان ازبکی در تاجیکستان مهم ارزیابی می‌کنند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 125 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 985 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 27 ایون چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه دوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت آخرین خبرها را می توانید از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.